مرحله 5: بلند شدن. از آنجایی که خشم به شما کمک کرده است تا انرژیتان را به سمت بیرون هدایت کنید، این خشم همچنین به شما کمک خواهد کرد دوباره به مسیر زندگی برگردید. شما یک حالت سرخوشی و سرمستی روحی و معنوی و مقاطعی از آرامش و آزادی را تجربه می کنید. به واسطه دردهای سخت و دردناکی که گرفته اید، احساس می کنید قوی‌تر و داناتر شده اید. در این مرحله زندگی در تمام غنای آن ذهن شما را به خود معطوف می کند. شما خشم را رها می کنید. آکرو ابزارهایی برایتان فراهم می آورد که به شما کمک می کند ظرفیتتان را برای تازگی و عشق افزایش دهید. اولین حرف واژه انگلیسی هر یک از این 5 مرحله، یعنی در هم شکستن، shattering و ترک عادت عشق، withdrawal و درونی کردن، internalizing و خشم، rage و بلند کردن، lifting، واژه سویرل را یعنی به معنای حرکت چرخشی را به وجود می آورد. واژه سویرل ماهیت گردبادگونه، ادامه دار و جاری یا پویای سوگواریتان را به ذهن تداعی می کند. مانند هر فرآیند طبیعی دیگری در زندگی، این 5 مرحله بیشتر دوار هستند و نه خطی. این مراحل نماینده یک فرآیند واحد هستند که همپوشانی داشته و دوباره تکرار می شود. فرآیندی که می تواند در عرض 1 ساعت، 1 روز، 1 ماه یا حتی در یک دوره چند ساله رخ دهد. شما در این گردباد آنقدر می چرخید تا اینکه طوفان کم کم ضعیف می شود و شما به عنوان فردی تغییر یافته از این تجربه بیرون می آیید. بله، زندگی پس از طرد شدگی ادامه خواهد داشت. غنی، کامل و پر از احساسات، اما برای رسیدن به آنجا باید تلاش کنید. یک دست راهنما در طول مسیر همراه شما خواهد بود تا به شما کمک کند از میان درد و رنج عبور کنید، از آن درس بگیرید و ارتباط قوی‌تری را با خودتان تجربه کنید. وقتی اصول برنامه التیام این کتاب را در زندگی روزمره‌تان بگنجانید، به خود آگاهی و سرزندگی و نشاطی دست خواهید یافت که هرگز پیش از این آن را تجربه نکرده بودید. فصل 2: مرحله اول، در هم شکستن. در هم شکستن چیست؟ در هم شکستن یک گسستگی در بافت‌های محکم ارتباط عاطفی با دیگران است. در هم شکستن احساس ویرانی و درد غیر قابل تحمل است. در هم شکستن یک فرآیند نوروبیولوژیکی قوی است. در هم شکستن ملاقات دوباره رنج هنگام تولد است. در هم شکستن تولد دوباره است. در هم شکستن پراکنده شدن ابرهای طوفانی و صاف شدن دوباره آسمان است. در هم شکستن بینشی است که به صورت روشنگری به فرد دست می‌دهد، بیداری حسه عاطفی. در هم شکستن رسیدن به ته است، تحولی برآمده از اصابت کردن به کف. همان زمین خوردنی که طی اسار افراد زیادی به واسطه آن نجات پیدا کرده و جبران کردند. در تمام عمر بیش از حد برای در هم شکستن آماده بوده ایم، برای رویدادی که قادر است ما را از آن چه برایمان عزیزترین بوده است جدا کند، در حالی که تلاش می‌کردیم خود را در برابر شرایطی که فراتر از کنترل ماست حفظ کنیم. و در اکثر اوقات عمرمان انرژی زیادی را صرف این کرده ایم تا از خودمان در مقابل در هم شکستن محافظت کنیم. سپس وقتی آن اتفاق رخ می‌دهد سردرگم می‌شویم. اما زمانی که نفسمان دوباره جا می‌آید، در موقعیتی قرار می‌گیریم که دوباره زندگیمان را بسازیم، نه اینکه فقط با توهم امنیت خودسرانه دارو مصرف کنیم. در هم شکستن سازوکارهای دفاعی اولیه‌ای که تأثیر معکوس داشته است و مدت‌ها ما را عقب نگه داشته است را از کار می‌اندازد. زرهی که زمانی حمایت کننده و حفظ کننده از خطرات بود، این بار محدود کننده و ناراحت کننده می‌شود. برای کسی که دیگر فلج نیست، قالب‌های گچی دست و پا باید دور انداخته شوند. در غیر این صورت تبدیل به مانع می‌شوند. در هم شکستن حالتی است که وقتی یک رابطه تازه به پایان رسیده است آن را احساس می‌کنیم، اما این حالت می‌تواند همچنین پس لرزه تجربه‌های پیشین باشد، فعال شدن آتشفشان احساسات فراموش شده گذشته.
اغلب افرادی که در برنامه‌های 12 مرحله‌ای برای مبارزه با اعتیاد شرکت کردند، این انفجارها را گزارش دادند. آنها اغلب در دومین سال برنامه ترک اعتیاد متوجه می‌شوند که رفتار عادتی آنها به عنوان یک مکانیزم دفاعی عمل می‌کرده است. به همین دلیل بیش از 1 سال طول می‌کشد تا سازوکارهای دفاعی قدیمی غیرفعال شده و بازپروری واقعی انجام بگیرد. در هم شکستگی یک پدیده جدید نیست، اما با شناسایی و بررسی دقیق آن به صورت جداگانه بهتر می‌توانیم آن را مدیریت کنیم. باید به قدرت مرحله در هم شکستن احترام بگذاریم و تلاش کنیم به طریق نظام یافته این قدرت را مهار کنیم تا شرایط مناسبی برای التیام و درمان طرد شدگی ایجاد کنیم. اولین مرحله طرد شدگی، در هم شکستن روبرتا یک خانم احساساتی باهوش و در این حال منعطف است. او نبوغ خاصی برای استفاده از ایهام دارد که با زیرکی تمام آن را در زمان مناسب و با ظرافتی خاص نمایش می‌دهد. او یک جنبه جدی نیز دارد و عاشق این است که درباره مقوله‌های سیاسی بحث‌های جدی کند. او موهای طلایی دومسبی و چشمان سبز کمرنگ دارد. همه این ویژگی‌ها کمک کرد تا او ترایویس رهبر ارکستر شهر را در دام خود گرفتار کند. روبرتا یک ایراد اساسی داشت. او آنگونه که دوستانش می‌گفتند در انتخاب مرد زندگیش اشتباه می‌کرد. ترایویس نیز از این قاعده مستثنا نبود. ترایویس ادعا می‌کرد که خلق و خوی هنرمندان را داراست و این گونه بود که او روش‌های سلطه‌جویانه و نیازش به کنترل را توجیه می‌کرد. گاهی اوقات بیش از حد زیاده‌خواه، شدیداً انتقادی و کاملاً خودمحور می‌شد. روبرتا از همه مهارت‌های دیپلماتیکی که بلد بود استفاده می‌کرد تا توازن رابطه‌شان را حفظ کند. او پذیرفت که ازدواج با ترایویس احتمالاً یک اشتباه است و این دقیقاً موضوعی بود که روبرتا به طرزی ضد و نقیض یک شب که برای شام بیرون رفته بودند با ترایویس مطرح کرد. از ترایویس پرسید نظرت چیست؟ در حالی که این سؤال را می‌پرسید نگاهش را به بشقابش دوخته بود. ترایویس ابتدا کمی مکث کرده و در نهایت گفته بود آمادگی ازدواج را ندارم. میدانی روبرتا، من فقط منظورم این است که مدتی با هم سرگرم باشیم و خوش بگذرونیم. سپس از اینکه حرفش مسخره و ساده لوحانه بود عذرخواهی کرد، چیزی که باعث شد تو دل روبرتا خالی شود. او از خود سوال کرد چرا اصلا این حرف را پیش کشیدم؟ روبرتا چند ماهی تلاش کرد که ترایویس را متقاعد کند که دوباره به همان رابطه پرحرارت و محکمی که بین آنها حاکم بود برگردند، اما ترایویس به تدریج بیشتر و بیشتر خودش را غرق کارش کرد. بعد از مدتی ترایویس زمانی که آنها با هم سپری می‌کردند را به یک بار در هفته محدود کرد. او دیگر مانند قبل صمیمی نبود. روبرتا احساس کرد که دارد ترایویس را از دست می‌دهد. دوستانش به او گفتند که این برای او بهترین کار است، اما او نمی‌توانست تحمل کند که بیخیال این رابطه شود. او نمی‌توانست تحمل کند که بدون ترایویس به دنیا برگردد. از ایده تنها شدن متنفر بود. او به خودش گفت من 35 سال دارم و واقعا نمی‌خواهم این جدایی و تنهایی را تحمل کنم. اما بالاخره آن روز فرا رسید. روبرتا ترایویس را با خانم دیگری در خیابان دید. روبرتا به سمت آنها رفت و با کیفش محکم به سینه ترایویس کوبید. حرفایی بین آنها رد و بدل شد. این آخرین جمله ترایویس بود. اما روبرتا، می‌خواستم زودتر این را به تو بگویم، اما نمی‌دانستم چگونه. روبرتا در حالی برای درمان نزد من آمد که دائما گریه می‌کرد و بینیش را با دستمالی پشت دستمال تمیز می‌کرد. در حالی که سرش را در دستانش گرفته بود گفت هرگز باورم نمی‌شد چیزی تا این حد دردناک باشد. احساس می‌کنم زندگیم به پایان رسیده است. احساس در هم شکستن مرحله ابتدایی تمام انواع غم‌هایی است که اصطلاح جمله به صورت روانتر، اما در هم شکستن در طرد شدگی خاص است. تجربه از دست دادن شما به خاطر مرگ یک عزیز نیست، بلکه به خاطر این است که یک شخص خودش اراده کرده است تا دیگر با شما نباشد. در واقع اگر طرد شدن عاطفی، تنها ماندن یا خیانت در تجربه از دست دادن شما نقش داشته باشند، این گونه نیست که فقط حس امنیت شما خرد شده باشد، بلکه باورتان نسبت به خودتان و نیز حس شما از ارزش وجودیتان خرد شده است.
کارلیل که همسرش گفته بود میخواهد او را ترک کند، در حالی که چشمهایش باد کرده و پرخون بود میگفت احساس میکنم کاملا شکست خوردم. فقط در عرض 2 هفته حدوداً 10 پوند وزن کم کرده بود و ادعا میکرد چند روزی است که نخوابیده است. میگفت وقتی بالاخره خوابم میبرد با این واقعیت دوباره از خواب بیدار میشوم که همه چیز تمام شده است. این گونه است که ضربان قلبم شدید میشود و تنها کاری که میتوانم انجام دهم این است که به این ماجرا پایان بدهم. و تنها چیزی که مانعم می شود فرزندانم هستند. همسرم می خواهد من آخر همین ماه آنها را ترک کنم. اما چه کار می توانم بکنم؟ چطور می توانم خانواده‌ام را ترک کنم؟ من همیشه برای خانواده‌ام کار کردم. آنها زندگی من هستند. مگر من چه کار کردم که شایسته این رفتار باشم؟ چرا متوجه آمدن چنین روزی نشدم؟ من اصلا نمی توانم با آن روبرو شوم. الان اصلا نمیدانم چه کار باید بکنم. واقعا گیج شدم. نمیدانم چه احساسی دارم. واقعا به هم ریختم. هم روبرتا و هم کارلیل حالتهایی را تجربه می کنند که در این مرحله از طرد شدگی بسیار رایج است. در هم شکستن امیدها و آرزوها، احساس غرق شدن، بیخوابی، نگریستن به درون، تمایل به خودکشی و شوک عاطفی. نکته مهمی که باید در ذهن داشته باشید این است که احساسات شدید مربوط به در هم شکستن همگی موقتی و گذراست. در واقع بین 5 مرحله طرد شدگی، مرحله در هم شکستن از همه آنها عمر کمتری دارد. در هم شکستن بخشی ضروری در فرایند التیام است، چرا که شما را با این واقعیت روبرو می کند که رابطه شما تمام شده است و به اصطلاح جمله که معرف یک شکاف یا پارگی در بافت‌های ضخیم یک رابطه عاطفی عمیق است. مانند این است که قبل از اینکه بتوانید خود جدیدتان را دوباره بسازید، مجبورید تکه تکه شوید. برای بیشتر مردم در هم شکستگی دوره تجربه دوباره است. همه تجربه های از دست دادنی که قبلا رخ داده و یاد و خاطره آن همچنان مانده است مانند سیل به زخم های جدیدتان هجوم می آورند. اگر تجربه جدایی مشابهی را داشته اید، خاطرات این تجربه از دست دادن پیشین بیرون می‌زند و شما را وادار می‌کند نه تنها با تجربه از دست دادن جدیدتان، بلکه در کل با معقوله غم از دست دادن در زندگیتان روبرو شوید. کل وجودتان به نوعی وارد یک نوع به هم ریختگی زمانی عاطفی می شود. گذشته، حال و آینده وارد یک تلاطم عاطفی می شوند. در هم شکستن باعث می شود احساساتی را لمس کنید که اگر از بافت اولیه سوگواری خارج شوند ممکن است مریضگونه به نظر بیایند. فروید در یکی از کتاب‌های اولیه‌اش با نام عزاداری و غمگساری بر روی تفاوت بین سوگواری و بیماری افسردگی تاکید کرده است. عواطف شدید در هم شکستن گاهی اوقات حتی می‌تواند باعث تعجب درمانگری شود که نتوانسته است شدت تجربه طرد شدگی را به رسمیت بشناسد. البی گزارش داد که رابطه التیام بخش او بلافاصله بعد از اینکه در هم شکستن را تجربه کرد کلاً به هم ریخت. عشق زندگیش به تازگی او را ترک کرده بود. او به مطب رواندرمانگر مراجعه کرد و دردش را در حالی که به شدت می‌گریست در میان گذاشت. گفت که احساس می کند که توپ سیاه از جنس قیر که درون او جا گرفته بود بالاخره خرد شده و در حال ذوب شدن است. رواندرمانگرش که تحت تاثیر نمایش عواطف شدید او سراسیمه شده بود سعی می کند البی را برای درمان دارویی نزد یک روانپزشک بفرستد. البی یک شغل ثابت داشت که در آن احترام خاصی برای او قائل بودند. مشغول هنرهای خلاق بود و روابط دوستی باثباتی داشت و هیچ نشانه دیگری از فشار روانی نشان نمیداد. ممکن است متناقض به نظر برسد، اما توانایی البی در تحمل کردن احساسات شدیدش شاهدی بر وجود سلامت عاطفی او بود، آنگونه که یکی از بازماندگان طرد شدگی در دفاع از البی عنوان کرد: فقط افراد قوی میتوانند مرحله در هم شکستن را تحمل کنند. ضعیف‌ها نیاز به سازوکارهای دفاعیشان دارند. در ابتدا افراد اغلب به یک باره تمام مراحل را پشت سر می‌گذارند. شما ممکن است شوک عاطفی و احساس ویرانی مرحله در هم شکستن
و احساسات مربوط به مرحله ترک و نیاز شدید به یک نوبت نشگی عشق و نرسیدن به آن، شرمساری و محکوم کردن خود در مرحله درونی کردن و سپس عصبانیت سوزان مرحله خشم و در نهایت لحظه های امید و روشنی مرحله بلند شدن یا برخاستن را تجربه کنید و سپس دوباره و دوباره هر یک از این مراحل را یکی پس از دیگری به سرعت تجربه کنید.